میدونستید زمانی برای اینکه بچه‌ها انگشت شستشون رو نخورن دست اونا رو توی وسیله شکنجه آور می‌بستن؟ یا برای هواخوری نوزادها اونا رو توی قفس از پنجره آپارتمان آویزون می‌کردن؟ اینا تازه بخش کوچیکی از وسایل عجیب و باور نکردنی دهه‌های گذشته است. خوش اومدید به کانال میم فکت، جایی که قراره با حقیقت‌های عجیب و باور نکردنی آشنا بشین. امروز می‌خوایم بریم سراغ یه موضوع باحال که شاید باورتون نشه. وسایل و اختراعات عجیب و خطرناکی که پدر و مادرهای قدیم برای بچه‌هاشون استفاده می‌کردن. یه سری از چیزایی که الان با دیدنشون احتمالاً شاخ در میارید و میگید واقعاً همچین چیزی وجود داشته؟ تا آخر ویدیو با ما همراه باشید و اگه خوشتون اومد لایک و ساب یادتون نره. به نظرتون اختراعات اولیه شیشه شیر چجوری بود؟ باید بگم که واقعاً وای به حال اون روزای قدیم که والدین باید با این اختراعات عجیب و خطرناک سر کله می‌زدن. آخه به سختی میشه اسم این وسیله رو شیشه شیر گذاشت، چون هم به عنوان یک خطر خفگی محسوب میشد و هم تمیز کردنش انقدر سخت بود که باعث بیماری‌های باکتریایی مثل اسهال خونی و تیفوس در بچه‌ها میشد. شاید فکر کنید این شیشه شیر قدیمی خیلی دیوونه کننده است، اما این وسیله که اسمش مچگیر بچه آلیسه واقعا چیز دیگه ایه. ظاهرا قرار بوده که بچه‌ها رو از مک زدن انگشت شستشون منصرف کنه، ولی این در مقابل این حامل هواپیمایی بچه چیزی نیست. به نظرتون کی فکر می‌کرده این ایده خوبیه؟ فقط نگاه کردن بهش آدمو به لرزه میندازه. تقریبا میتونم حس کنم که بچه داره مستقیم از اون بیرون میفته. این وسیله هم در نوع خودش یه چیز دیگه است. در واقع یه چیزی مثل تاپه که بچه رو روش میذاشتن و به احتمال زیاد سریع پرتش میکنه بیرون. خیلی هم دردناک به نظر میرسه با اون فنراش. اما اون موقع تو دسته وسایل بدون خطر توی پارک‌ها و شهربازی‌ها قرار میگرفته. از وسایل بازی بچه‌ها که بگذریم، یه شربتی بوده به اسم وینسلو که قرار بود بچه‌ها رو آروم کنه و نفسشون رو تازه کنه. اما متاسفانه حاوی مقادیر خطرناکی از مورفین و الکل بوده. طبق گفته‌های سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا، بعضی از نوزادانی که از این شربت استفاده می‌کردن دیگه هرگز بیدار نشدن. این شربت تا دهه 1930 توی دسترس عموم بوده. جای تأسف داره که این محصول با این خصوصیات خطرناک توی گذشته وجود داشته و به بچه‌ها داده می‌شده. به نظر میرسه رعایت ایمنی و سلامت کودکان تو اون زمان به اندازه امروز مورد توجه نبوده. حرف از ایمنی شد. باید بگم که یه صندلی وجود داشته که اون موقع مخصوص بچه‌ها بوده برای زمانی که توی ماشین میشینن. البته فقط یه صندلی خیلی معمولی بود که به صندلی جلو وصل میشد و هیچ راهی برای بند کردن کودک وجود نداشت. اون موقع مشخصه که بیشتر به راحتی والدین فکر می‌کردن تا ایمنی واقعی بچه‌ها. وسیله بعدیمون ماسک گازه. ماسک گاز نوزادی قدیمی خیلی ترسناک و غمگین به نظر میرسه. مشکل اصلی خود این اختراع نیستا، بلکه ضرورت داشتن چنین چیزیه که واقعا آزاردهنده است. البته فکر میکنم با توجه به تهدیدات جنگی مداوم اون زمان، والدین مجبور میشدن حتی برای نوزادان هم تجهیزات حفاظتی تهیه کنن. باید بگم که این تصویر منعکس کننده ترس و نگرانی اون دورانه. این عکس هم احتمالاً مربوط به دهه 1920 یا 1930 که یه مگافون بلند مستقیم به سمت بچه داخل کالسکه نشونه رفته. اون زمان همچین وسیله‌ای رو برای شنیدن صدای بچه استفاده می‌کردن. الان به جای این مگافون عجیب و غریب مانیتور بیبی داریم که خیلی راحت‌تر و کم سر و صداتره. عجیب‌تر از اونم این قفس بچه است که از پنجره به بیرون آویزون شده. این قفسه فلزی توریدار که از پنجره یه ساختمان بلند آویزون شده، ظاهرا خانواده‌ای که توی آپارتمان‌های کوچیک شهری زندگی می‌کردن و حیاط نداشتن، از این روش برای اینکه بچه‌هاشون هوای تازه بگیرن استفاده می‌کردن. فکر کنم الان کسی بچه‌شو توی همچین قفسی بذاره به جرم کودک آزاری دستگیر میشه. و آخرین تصویر طرح ثبت اختراع یه شیردوش قدیمیه که به نظر میرسه هم برای مادر و هم برای نوزاد دردناکه. جالبه مقایسه کنیم با شیردوش‌های مدرن امروزی که خیلی راحت‌تر و بهداشتی‌تر و کارآمدتر هستن. این طرح‌های قدیمی نشون میده که تکنولوژی چقدر پیشرفت کرده و زندگی مادران امروزی چقدر راحت‌تر شده.